11 کیلو. مغولای زنجان، این هم مغولای زنجان. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در دوشنبه بازار رحیم آباد رودسر. امروز دوشنبه 10 دی‌ماه و ساعت حدود 10 صبح. بازار هفتگی در شهر رحیم آباد در روزهای دوشنبه در مرکز شهر از صبح تا غروب برگزار میشه. قبلا ولاگی از این بازار رو در روز بارونی برای شما عزیزان گذاشتیم که لینک اون رو براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار میدم. بخش عمده این بازار مربوط به زنان زحمتکش روستایی هست که از روستاهای اطراف برای فروش محصولات محلی خودشون به این بازار میان. این بانوان معمولا نسبت به فیلم گرفتن حس خوبی ندارن، واسه همین ما سعی میکنیم به حریم شخصیشون احترام بگذاریم و فقط از بساطشون گذر میکنیم. رحیم آباد مرکز بخش رحیم آباد شهرستان رودسره که همه اونو با منطقه زیبای اشکورات و پارک جنگلی سفیداب میشناسن. رحیم آباد به همراه مناطق اطرافش قطب تولید گلگازبان و فندق کشور هم هست. گردو، چای، مرکبات، برنج، انواع داروهای گیاهی از دیگر محصولات این شهر رو بخش دوست داشتنی محسوب میشه. فاصله رحیم آباد تا رودسر حدود 16 کیلومتر و در همسایگی شهرهای املش و کلاچای هم قرار داره. قبلا ولاگ هایی از رانندگی از کلاچای تا رحیم آباد، از رودسر به رحیم آباد و از رحیم آباد تا املش ولاگ و گردش در منطقه زیبای اشکورات رو در کانال قرار دادیم که همه اونها در پلیلیست مربوط به شهر رحیم آباد کانال ما موجوده. لینک پلیلیست رو هم براتون در قسمت توضیحات همین ویدیو قرار دادم. اگر شما هم مثل ما به دیدن بازارهای محلی گیلان و جاهای دیدنیش علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن در کانال آشپزیمون هم آموزش انواع غذاهای گیلانی رو در فضای روستایی برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک اون کانال رو هم براتون در توضیحات ویدیو قرار دادم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
سلام. Çok niye, siyah niye, sifir niye, Türk niye? Evet. Biraz میگم اون نه که اونم میگم که خالی اینم یه جور دیگه است اینم یه جور دیگه است نه نه اون که بعد این حتما همین آقا خودشون آقا این بازار بودی واسه
سبزی داره بابا الهی درزم موزه خلاص روباری بدون شو مادری 180 با کلا رنگیه آمد چطوری؟ این نکر
آقایی اینا 70 تومن تازه چینه بره همه زرد عجب سیب زمین پیازی بابا 35 20 اینم آقولای زنجان اینم آقولای زنجان لبوغندی سیب، لیمو، انار، گلابی، تازه بار ورقه ایران رئیسان سال 12 ما 20 سال خیار چیه؟ همه رقم چیه؟ آقا نگید نمیشه این قدم بودن نه
علم دار منی تو زفرمود این آب گرم کی خورو خوبه آره خدا موجی رو موسینی دانم آقا به زنده ماهی تادم همه زنده آزاری آزاری که مرده همه زنده آقا امیر خوبه؟ آه